میدونی تو چقدر مرا خوشبخت کردی؟ بابا جان. جان دختری عزیزم. و شما خوشبختی میخواهم عزیزم. خواسته هایتون عملی گردد. تشکر عزیزم. زهرا جان، با پیش خسرو خوشتومن رفته کمی خدمتگاری کن. رو خدمتشان رو کن. خدمتشان رو؟ آقا اکرم یک طرف استید؟ زورا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه نیوش شما. دخترم. خوش آمدید اکر اونا. مهمانا در همین جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. هله بخشش که دیر آمدم جان. از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو با اینجا دعوت نمیکردم، اما تو باشی باز از پشت کلتا کلوست دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال. هله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یگون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چیکار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش آمدید. خوش باشی. یزنا جان مرا با بوجم شناس میکنی؟ ما از کی باز بوجه شده من؟ پلا زند. در حقیقت بسیار شاد شدم. بسیار. داماد در کجاست؟ در همین جا بود موکی حاضر آید. خوش آمده. اینقدر برق خاموش کنه که بسیار کدامش باشه. چی شد؟ چی گپ شد؟ چی شد؟ نمیبینی برق خاموش شد؟ عجایب سوا میدی. چی گپ شده باشه؟ چی خیلی چی گپ شد؟ سیبت مرد. این برق از کجا خاموش شد؟ یک بگار سیبت زنگ نمیزنه. شوکت اینجا بیا. رفته راه گرده. این بختیار کجا شد؟ یک رفته برق رو میدید. چی گپ شده میدونم باشه؟ عزیزم، قوای برق خاموش شد. خدایا چی شده باشد؟ این برق از کجا خاموش شد؟ آقای خلیل دستت رو گیر. ای برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ خاموش. خدا جزایت را دهد دیوانه. کمیسر اونال در اینجاست. چی گفتی؟ کمیسر اونال در اینجاست. او چیکار میکنه؟ او باز بوجه هم بوده است. چی بوده است؟ بوجه هم بوجه چیست؟ ای شوکت شوهری دو اپا و خواهر رو بوجه میگویند. بوجه هم برآمد. دشمن هم بوجه هم برآمد. من این رو میدونم. اپای زورا همسر کمیسر اونال است. بله برادر، عیناً همینطور است. ها من این رو فهمیدم. تو چی خیلی؟ اوه شوکت بوجه میشود؟ آغوزت رو بلند نکن. اونال بوجه تو برآمد؟ عیناً همین خیر. برادر جان خفه نشو، صغیره به تقدیر بوده ای. این هم تقدیری بدی من. تو از وی میگریختی او باشد بوجه برآمد. چیکار میکنی اکنون؟ نمیدونم برادر، یک بلا کرده زود از اینجا نشدن در کن. تمام. کجا میروی؟ رفتن در زیر درخت پنهان میشه. من از کجا میدونم؟ فهمو همین طور میکنیم. رو. ای خدا همینش به من نمیرسید.
بختیار لبای آقای اکرم لبای را یک سو گذار. نمیبینی خوبای برق را خاموش کردن؟ حاضر دیدم برایم. زود باش، زودتر باش. ای آقای اکرم عجایب گپ میزنید. زیا کجا شد؟ همینجاست دخترم. 2 دقیقه به همدیگر نمیتوانید. خدا نگهتان دارد. زهرا، داماد در کجاست؟ من هم حاضر این رو پرسیده بودم بابا جان. ممکن حاضر بیاید؟ یا خدا، باز دامادمان با یگان چقوری نفتد. ای خدا نشون ندهد. کفت و کپ کردن در کار. داملا زیا زیاودین جان. داماد زیا کجا گم شد؟ داماد زیا کفت و کپ کنید همه کس داملا زیا. برادر وضعیتمون خیلی بد است. ای پسرم تو بلای جانم شدی. رو گم شو از اینجا. نمیروم برادر، به زور نرو. ببین کمیسر با تو بوجه شده است و پیشت آمده است. من تو رو تنها گذاشته یگان جا نمیروم. رحمت شوکت نمیارزد. میارزد. رحمت کلام. فقط همین خیلی رحمت گوی. بسیار با من کمک رسانده ایستاده. نمیارزد. اوه شوکت. آروم باش، من همراهت هستم، نترس. خوبای برق اومد. او را خوبای برق اومد. با تو چی شوکت ها؟ چی؟ از قوه برق اومدن با تو چی فایده است ها؟ یا توبه. داماد خدایا توبه. داماد آقای اکرم برق خاموش کنک پرتوفته. برق خاموش کنک پرداخته است. بله. من به تو نگفته بودم که آن را عوض کن؟ نگفته بودم؟ گفته بدید آقای اکرم. باز میگویم اطاعت جانم. داماد. در کجایید شما؟ کجا شده؟ داملا کجا گم شدی آخیر؟ در کجایی تو؟ زیا در کجایی تو؟ این کارو بودین شرمندگی. زهرا جان با فکرم خوبش به درون درایم. الکی خنک شد. پدرم بسیار خشمگین شدم. امک جان شما درایید ما حاضر میاییم. داماد. پدر جان با اجازت دادم به درون درایم ها؟ رویم. سلین شما به درون در اومدید؟ سلین اینجا بیا. زورا جون آروم باش. آروم یگان جون نه سلین آخر به کجا رفته باشد؟ نمیدونم. دیوانه میشم. بعد اگه زمین ندار اومده است تو در همین پیدا جاست. کن. در کجاست؟ نمیدونم. دیوانه میشم. آروم شو آدم رو دیگاه ندکن. تو دانی خدا مهمان‌ها رو میترسونی. اگر نهایت چی؟ من شرمنده میشم. تمام چی کار میکنم؟ بازی از یکون جو پیدا میشود. زیا زیا تمام زور و بس کن. بازی دیوانه میشود. زیا دیدی؟ آروم شو جانم. آروم شو مایلش. آخر به یگان جو نگریخته است. بازی از یگان جو پیدا میشود. خودت میبینی. او نمیآید. تمام عزیزم بس است. بیا به درون میدرویم. زیا آرام شو زورو جون. بس از زورو آرام باش. حاضر پیدا می شود. بس چی شد؟ او نه سردارم بسیار تاریک است. بهوده میکوبیم. چیکار نیست؟ باز یک بار دیگر نگاه کن. سردارم آخر انصاف کنه. چند ساعت شد ما جستجو داریم. چند بار گفتم که با گفته‌های من جواب نگردانید ها؟ در کار شود تا مردنتان تمام بحر را میکوبید. ای یک بار فکر کن داماد گریخته است. عجبو. ای داماد گریخته است. مگر از این خیل اویلای بای میگریزند؟ توبه کنید خانم تولی. دوملوزیو با مال ملک شما کار ندارد. او بسیار پول را به بیچاره ها خیر کرد و چشمش هم نپرید. بسیار خوب. به چشمی همه پرده پوشانده است گوی. حلالش بود به خدا. سردارم او بار اومد. او را یافتید؟ در یگان جا نیست. چه خیل نیست حیوان؟ چه خیل نیست؟
تا کل تکلز رو نیابید عذاب نبرای در رو آبنا. بهوده خودتان را زحمت داده ایستاده، با آوازی تیر مایه ها میگریزند. با تو چی فرق دارد برادر؟ با کجایی که خواهم میپرانم. این سلاح هم اجازت نامه دارد. یگان گپ داری بگیر این را. برادر دوم یخ کرد تا پگو داریم بین علفا میستیم. نمیدونم شوکت، یگان روحی حلش رو یفتن در کار. بلا زند. الو، این پلیس زود آید، اینجا کشتار رخ داده است. لابای الو کی؟ کشتار؟ چی؟ حاضر می اویم. اونال؟ چی شد؟ بگو جو. عزیزم رفتنم در کار. عزیزم حیاتم در تپه‌ای که کیلاس خودش رو پرداخته بود جسد پیدا کردن. رفتنم حتمی است. چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ این اولا رفتنی نیست به فکرم. نمیرود از اینجا. برادرم ناامید نشو، کمتر پس میرود، کمتر صبر کن. رفتنی میبود که ای خور رفته بود شوکت. نمیرود لعنتی نمیرود. حالا میبینی برادرم. اونال لبای زنک شد. مایلش زنک شد. مایلش تو را من میویم. این کار این خیل نمیشود. رفتیم. در کجای زیو؟ پس کن چرا چنین کردی زیو؟ آخر تو این خیل نبودی کو؟ در کجایی تو؟ زیو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ بیا برادر رفتیم. آقای اکرم لبای ببخشید آقا مرا. تمام جا را گفتم اما متاسفانه نه داملازیا و نه مهمانش را نیافتم. چه نیافتی؟ نیافتم. میابی
هر یک کنج را کافته او را میابی. زود باش رو. خوب شده جناب. مادر این هم نقشه توست مگر؟ کنی بگوی. در اصل من این معجزه رو یعنی گم شدن دومولو رو از اویلمون بسیار میخواستم، اما من فکر هم نمی کردم که دعایم اینقدر زود قبول می شود. مادر اگر این نقشه شما باشد من شما رو اصلا نمی بخشم. اصلا. ملیس سفسطه نگوی. من 42 مردی بزرگ رو نابود می کردم. از دست شما همه چیز می آید. غم خورده. دومولو اینقدر ثروت رو گذاشته به یگان جا نمی رود. دومولو یک نغمه خر آدمی که نمیشوه. دومود مگر همینقدر قوت کرد؟ کمی بعد پیدا می شود. زورو رو به آسانی از دست نمی دهد. عاشقی کار آسان نیست. میبینیم. دخترها زودتر اینها را به درون درارید. آقای خلیل من در هیجان ماندم. با خیالم فکرهای ناخوب آمده ایستاده است. فکری بد نکن برو. بار دیگر زنگ زنم. جواب ده تیزتر. تو در کجایی زیو؟ در کجایی؟ خدایا با من کمک کن. در کجایی یهودا؟ در کجا؟ برادر بیا رفتیم. در کجایی؟ زیا در کجایی؟ زیا چیکار کنم شوکت؟ چیکار میکنی؟ من با زهرو این طرف رفتار کردن نمیتوانم. رو پرتافته نمیروم. برادر کمیسر اونا رو چیکار میکنی؟ نمیدانم برادر. یگان راهش رو حتما یافتن در کار. بیاخلانا گپ نزن. سرمان رو در بلا نگذار. نه برادرم این خیلی نمیشود. اما من در اینجا زهرو رو تنها نمیگذارم. تلفنش جواب نداد. نبرداشت. من به بابایم همش رو میگویم. خب کن میشنوم زهرا. با دومولازی خونه دار شویم اون سوخته بود. برای همین او گریخت. همین خیلی میگویم. زهرا جون کمتر صبر کن. حالا میبینی دومولا میآید. اگر خواهی به حجرت رفته استراحت کن. تو بکی من او رو انتظار میشوم سیلین. تو بکی. غم نخورید آقای خلیل. دومولازیا کجای باشد میگوید. سردارم کفتن جسد بی نتیجه برآمد. بی نتیجه برآمد؟ سردارم از دست آبازهای کنعانی دیوانه در بر هیچ چیز نموند. چه خیلی آبازه بچه. هر قدری که گفتن تا حال او را نیافتن محترم کمیسر. همیشه در کارهای من دخالت داری برادرم. در اینجا چیکار میکنی؟
محترم کمیسر، مرگ کلتا کلاس رو دیدن برای من حتمی است. لطفاً مرده یا زنده بودن همشهریم را بار آخر فهمیدن حق دارم. مرد. او مرد. فهمیدی؟ حقت رو گرفتی. تموم از اینجا روید. سردارم ما تا مردهش رو نیابیم او را مرده گفته نمیتونیم. به یگان دلیل به ما آدم های بالا باور نمیکنیم. احمق، تو هم دانا شدی. باز تو احمق به من عقل یاد میدی. ای سردارم استغفرالله. ای بچه، برای این کار من حیاتم را بخشیدم. برای پلیس شدن حیاتم را فدا کردم. شما اینجا چی کار میکنید؟ دف شوید. اینطور نگوید کمیسر، حالم را ببینید. وای آدم مرا معیوب کرد. تا جسدی او را نبینم با هیچ کجا نمیروم. کافت و کابی مرده کاری شما نه، کاری پلیس است. دف شوید از اینجا وگرنه باشد. بگذار کمیسر گفته شما شود. میرویم. کنی بچه ها همه کس از آب برای تستر زودتر همه کس برای تو چی کار میکنی در اینجا؟ تو باید در مرکز باشی. تد رو. میلش سردارم بدتر هم رو میروی. کنی زود باشد همه کس از آب برایت. زود باشد برایت. دمت را گیر. خب چور چشمه ای احمق، سرم رو ویران کردی. برایت. جیم شین. زهرا بابایت می آید. ای به خدا بسیار به قهر می آید. زهرا دخترم، در بینتان یگان واقع ناخوش رخ داد مگر؟ نه بابا جونم. زهرا، اگر این را از من پنهان داشته باشی نه بابا جان. نه. چی خیل؟ گویم. نگو. در اصل بابا جان گلویم میخورد. بله گوش دارم. جنگ کردید ها؟ بله جنگ کردند. من میدانستم این را. جنگ نه بابا جان، دیگر چیز. چی خیل دیگر چیز؟ این خیر؟ بسیار یک مشکلی بزرگ است. چی؟ زیو قهرمان. عجب جفتی عجیب. زیا جان عزیزم. اپا جان میبخشید، در خونه نان هسته؟ البته هست. کمتر نان میآوردید، گرسنه مونده. نانی خوری یا که در برودایش روغن بود؟ نه همه خیلی بیار، من نانی قاق میخورم. مایلش با تو هم قهر دارم. آنها جنگ کردند و تو به من نگفتی. اگر به من میگفتی من به آنها توصیه میدادم. شما راست میگوید بابا جان، شما حقید. از خاطرم بر اومده است. در خاطرت زمان همین خیل شده است. همه فراموش خاطر شدن. این دفعه میبخشمت.
داماد نخواد آدم در شب نیکاش گم شود. تمام چخوره ها را کافتیم، همه را در حیرت گذاشتید. جناب شما در حقیقت رفت میگویید؟ مرحمت. این سمبوسه آوردی که رحمت اپا یک کار مهم بود. اگر نمی رفتم او مردنش ممکن بود. یعنی یک شناسی نزدیکم در محله پیشتر کار میکردگیم در بالایش تخته افتیده بوده است. او با من زنگ زد، من رفته با او یاری دادم. و چرا با تو زنگ زد؟ یعنی باید با دکتر زنگ میزد؟ چرا تو رو تشویش داد؟ در حقیقت من هم با او گفتم که دکتر رو جغ میزدی، من با تو چی یاری رسانده میتونم؟ بسیار بیماری سخت شده است. یعنی من این رو فهمیدم، در حال دویده با نزدش رفتم. خدا از شما راضی باشد نامولا. خدا با هیچ کس این حال رو نشان ندهد. در حقیقت بسیار حادثه ناخوش بوده است. میدونیم ما هم با زهرا در اینجا حادثه ناخوش رو پس سر کردیم. تو رو خوب میفهمیم. کاش رو با خودت می آوردی بسیار خوب میشد. کی رو؟ لبای؟ شناست رو که با کمکش رفته بودی، همان رو. او حالش خیلی بد بود و من با او تنها، یعنی همراهش تنها با تلفن صحبت کردم و او با من گفت که حالم خیلی بد است. گفت با من پیش از مرگم صحبت کن. خونش دور بود، مرا گفت که با خونم نیا زیرا که با تو دور می شود. همین طریق تلفن جنازه او را خواندم. او مرد؟ کی؟ نه، من جنازهش رو نخوندم و او امر معروف کردم و او از خودکشی دست کشید. اما آقای اکرم بعد امر معروف من او گفت که من مردن نمیخواهم. داملازیا من مردن نمیخواهم. او را چلیاسین کردم و در حال شفا یافت. دامادی شیرم، تو آدم را از مرگ نجات دادی. بله. این 2 ساعت انتظار بودنی ما هیچ گپی ندارد. سلامت باشید آقا، برای انتظاریتان می ندارم. زهرا جان، برای این خطر انتظار شدنت از تو عذر میپرسم، ببخش مرا. هیچ گپ نداره زیا جان، تو که حیات انسان رو نجات دادی. من نگفته بودم که او حتما می آید. بار دیگر از همتون عذر میپرسم. کیلاس کم بود که کنعان به سرمان بلا شد. کیلاس همه رو به خودش دشمن کرده است. سردارم 5335 مرکز 5335 مرکز 5335 گوش دارم. در تپه شاهین در ساحل بحر جسدی مرد افته شد و اون جسد رو به مردخانه فرستادیم. ما رو فهمیدید؟ خبر رو چخیر فهمیدید؟ فهمیدیم 5335 مرکز. حالا باشه به مردخانه روانه میشویم. ای کاتا کیلاس، عاقبت به دست ما افتادی. لوین زود به ماشین سوار شو. میلش سردارم. مهمانان محترم، مرحمت شینید، مراسم را دوام بدیم. از رفتنت بسیار ترسیدم. این مسئله رو پوشیدیم زهرا خانم. از کجا دانم؟ این خانه دار شوی ساخته ما تو بقیه دوام میکرده باشد. نمیدونم. من به تو وعده داده بودم که این بازی رو تا آخر میبرم. اگر تو در جای من میشدی تو هم همین کار رو میکردی. اینطور نه؟ من در جای شما میشدم. عشقم، من در نبودنت تو رو چقدر یاد کردم. اوه جونکی من. یا عزیزم. بسیار خرسند می نمایی. بله مادر جان. عقلت رو گم کردی، عقلت رو میلیس. بگذار که گفته شما باشد مادر جان. شوهرتون کمیسر پلیس است؟ بله کمیسر است. امشب می آمده باشه؟ ها، کمتر پیش هم اینجا بود، اما با تلفنش زنگ زدن و برای کدام کاری عاجل بر اومده رفت.
و همیشه عاجل به اینجا می آید، عاجلا به او زنگ میزنن و او عاجلا می رود. همه کارش عاجلی است. اما بابا جان التماس میکنم یا نادرست میگویم؟ ببخشید کمتر مانده شدم، رفته استراحت کنم. شب خوش. بابا جون چی کار کرده؟ چی دروغ گفتم؟ از برای کلتکیلسی اخمق شده زندگی آنها آخر ویران می شود. آش شود. خوب استید؟ یزنم تا حال کلاس رو میکوبد. داماد شما کارش رو دست میدارد، شما باید فخر کنید. بله بسیار فخر میکنم مشتو. بابا جان کارش را دست میدارد اما به اپام تماما دقت نمیدهد. از کارش دیده باید همسرش را دوست دارد، برای همین اپام غمگین است. فهمو کوشو با او چی شده است؟ شناخته نمی شود. در اتوبوس بارش کنید. تمام کردی؟ بله سردارم. امشب بهترین شب حیات من است. از همه قیمتترین گوهرم دخترم زهرا به شوهر می براید. بی تشویشم، کاش که رحمتی پدر و مادرش در این روز خوشبختیش همراه زهرا می بودند. قسمت همین بوده است. من همچون بابایتان همیشه کوشش میکردم تا که شما نبودن پدر و مادرتان را حس نکنید، اما چه که نباشد والدین دیگرند. دامولازیان نیز بی والدین کلان شده است، او هم مزه والدین را نچشیده است. برای همین زهرا را دامولا از من دیده خوبتر میفهمد. اکنون ما باز عائله کلانتر شدیم. دامولازیا به عائله امان خوش آمدی. تشکر. ای از حد گذراند. خدا قوش پیرتان کند. خوشبخت باشید انشاءالله. خدا خوشبخت شود. آمین آمین. و شما بخت میخواهم زهرا جان. میتوانم شما رو یزنه گویم؟ البته. مبارک شود یزنه جان. رحمت. خدا خوشبختی را نصیبتان بکنه. رحمت. الو. تکلیفت رو بار دیگر فکر کردم. من راضی هستم، لیکن زودتر کردم در کار. عالی جناب. امیدوارم موفق میشوی. 100%. من نقشش رو میکشم، شما تشویش نکشید. مایلش. زهرا جان، تو رو خوشبخت دیدن برای من هم خوشبختی است. نمیدونم من هم شوهر کنم. با من یگون مسئله
ببخشید خانم شما زهره را ندیدید؟ کمی پیش با بیرون بر اومده بودن. تشکر. باشد. سلین توی ساخته است کو؟ همه این کارهای کردم برای خورسندی بابایم. یعنی خورسندی تو رو دیده باورم نمیاد که همش ساخته است. سلین من نسبت به دومولوزی شبهه پیدا کرده ایستادم. چه؟ یعنی تو فکر میکنی که او به تو عاشق شده است؟ با گمانم تو خطا میکنی. من فکر میکنم که آقای زیاد دومولو است. او به تو عاشق شده نمیتواند. این کار غیر امکان است. بله عزیزم، من هم همین طور فکر دارم. دومولوزیو از دیگر دومولوها به کلان فرق میکند. همین طور نیست مگر؟ یعنی چه؟ پیانینو می نوازد، در طرف خانه مانند جنتلمن ها حاضر می شود و در آنجا مانند رقاص های پروفسیونالی می رقصد، لیکن به لباس پوشی ما کار نمی گیرد. او چی خیلی دومولوست؟ زورو جان من هیچ نمیفهمم که تو چی میگویی. یعنی او دومودی ساخته است کو؟ ممکن دومولوی ساخته باشد. سفسته نگوی زورو، چی خیلی دومولوی ساخته؟ دیوانه شده ای مگر؟ راست میگوی، سفسته گفته ایستادم. میدونم به او شبهه دارم، گفتم میخواستم. چی فکر داری؟ بسیار عیب است زورو. وای آدم برای تو شده خودش رو فیدو کرده ایستاده است. تو باشی غیبت میکنی. اگر او این سخنهای تو رو شنود برایت نگاه کردن یک طرف، هیچ وقت قدمش رو به اینجا نمیگذارد. من آنقدر گپی نگفتم که تو اینقدر واهمه کنی. برای تو شده آبرویش رو فکر نکرده هر چیزی که از دستش میآید کرد. برای خانه دار شویت با دومولو قریب همه خش و تبارت مقابل بودن. میلیس، تولین گفته هایشان رو فراموش کردی. اما چی شد؟ یعنی از پشت به دومولو خانه دار شویتون خواستن تو رو پس زنن ولی کارشون برار نگیرید. دومولوزیو مخصوص برای شرمندن شدن آنها با تو رقص کرد. تو باشی دومولوی ساخته گفته او رو پس میزنی. خندت رو زن سلین. من تو رو نفهمیدم. من به این هم میدونم. من چقدر به زیاد تشکر گویم این کم است. زورو جون میدونی که او دومولو است، پس باید رفتارت طرز لباس پوشیت مثل همسری دومولو باشد. البته دومولوزیو ممکن است یگان گپی سخت گوید یا اینکه یگان نصیحت کند. این کار شدنش ممکن است، اما او دومولو است. اما تو رو میفهمونم نمیفهمی. گویا ما توی حقیقی داشته باشیم. توبه. او چی گوید؟ این رو پوش، اون رو نپوش، این رو بکن، اون رو نکن. همین طور از پوشیدنی من اون ناراحت نیست. ناراحت می بود میگفت که این رو نپوش. و انتظار است که این کارو تو خودت میکنی و ممکن شرم دارد. نمیدونم ممکن دلت رو شکستن نمیخواهد. راست میگوید. زورو جون تو هم کمتر فکر دومولو رو بکن. یعنی او برای آبروی تو رو در پیش آدم‌ها نریزاندن خودش رو فدا کرده است. پس تو هم کوشش کن که تو اینکه آبروی او رو هم برداری. درست میگوی سلین. آنا به فکرت بسیار کشوده است؟ برای من گویی فرقی ندارد، اما برای دومولو بسیار کشوده است. به فکرم ببین. مگر کوتاه است؟ بسیار کشوده؟ کشوده؟ برای من نه، برای دومولو. ساز است کو؟ تمام، گفته‌تان قبول شد. چی که نباشی با تو میزبن. اکنون زورو جون من به خونه امون میرم. چند روز میشد که در این جایم. مایلش عزیزم، خودت رو احتیاط کن. خودت رو نگاه کن. شب خیر. تشکر میگم بار دیگر. هیچ گپ نه عزیزم. آیسته های کن. کوتاه است مگر؟ کوتاه است یا دراز؟ کوتاه است. ای این دختر به همه چیز کار میگیرد. خانم زهرا. دومولوزیو، من سلی رو گسل کردم. این دختر آخر به خونهش رفت.
توی گفته پریشان حال شده ای. در اصل من میخواستم درباره یک موضوع با شما صحبت کنم زهره گوش دارم خانم. مرحمت. و تو معلوم است که در محله من یک دامولای با احترامم. از تو خواهش دارم، یعنی تو حال با شما نگفته بودم که دل شکسته نشوید، یعنی کمتر به خودتون دقت میدادید. بله بله دقت میدهم، به خودم دقت میدهم، به چیزم دقت دهم. تو میدونی که من در اینجا دامولا هستم و من از برای تمام جماعت جوابگو هستم. مقصد این که لباس پوشی و شیشتن و خیستنت را با آدابا نکن، چون که لباس های تنگ و کوتاه رو دیگر نپوشی که اعتقاد مردم از دامولا بودن من میگردد و ساخته بودن تویمون رو نیز نمیخوام که کسی ببخشید، من بفهمد. آیده این فکر نکرده بودم و از این پس به لباس هایم دقت جدی میدهم. تشکر زیاد، گردن شیطان رو شکستی. نمی ارزد. شب خوش. شب بخیر. دومولوزیو لبه باز دوباره به یگانجا گم نشوید؟ نه، به خبر به یگانجا نمی روم. خواطر نباشه، از همه دور تو طهارت خانه یا مسجد می روم. تمام. تو اونجا باشد اونقدر دور نبوده است. خیر، شب خوش. شوخی به شوخی توانستمش. قنات زن کلاس. خواب کن شوکت، خواب مثل فرشته ها خواب است. استاد هجری؟ استاد هجری؟ استاد هجری تو دانی و خدا یک بار سوال نداده صبح بخیر بگو آخر. صبح بخیر استاد، من سوال دادنی نبودم. یا خدایا، سوال نمیدادی؟ خدا پدر و مادر زنده‌ات رو رحمت کن. استغفرالله استاد، خدا از شما راضی باشه. مقصدت رو گپ زن. استاد به مسجد تفتیش آمدن، شما رو پرسیدن چی گفتن، من رو ندانستیم. برای تفتیش؟ چی تفتیش بوده است؟ استاد این خیلی تفتیش ها رو یک یک میگذرونن. آخرین بار کی اومده بودن؟ تقریبا استاد 6 ماه پیش اومده بودن. 6 ماه؟ فهمو هجری رفتیم. استاد ها استاد سوال نداشتم، لیکن حاضر به سرم سوال آمد. آخر آمد. استاد مثلا شیطان در یک ثانیه دنیا را 7 مرتبه دور میزده است. او اینقدر تیز بوده است، پس ما از او چه خیلی گریختن میتوانیم؟ نویس ما از شیطان هرگز نمیگریزیم. تو کنفو مشق کن، بعد شیطان از تو میگریزد. رحمت استاد. از شیطان نترس و کنفو مشق کن و بعد شیطان از تو میگریزد. هر آدمی که کنفو مشق کنه او از شیطان نه، شیطان از او میگریزد. استاد 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 مرا فراموش کرده. آقای خلیل، این دامولا کجا شد؟ با چند قدر شد ما رو انتظاری بکشیم؟ ایرج حاضر می آید. آنا نام شگیر و گوشش کش. سلام علیکم. خوش آمدی دومولا. ما مسجد به تفتیش آمدگی مفتش شماید محترم. نه دامولا، من سرتراش محله هم. شخصی که از مفتیات برای تفتیش آمده بود پدرش گذشته، زنگ زدن عاجلا به همونجا رفت. شکر خدا. خدا رحمت کنه. خدا رحمتش کنه. دومولا یک امر معروف میکرده. باز امر معروف؟ استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. دومولا آخرا مراتبه که امر معروف کرد از یادمانه میرود. مرحمت برایتون. استاد بعد از شما. هجری تابوت خانه جورخون آورد. بله آقای خلیل، در انبارخانه است. برادر
این چی مسجدی بود که من در اینجا دیدم؟ امر معروف گویا که امر معروف کردن اینقدر آسان باشد. حتی امامشون رو نمیدونم که است. خدا مرا رو بخشد. بله محترم جماعت، اگر شیرینی امر معروفی پیشتر در خاطرتان باشد، امروز هم خیال شما رو با امر معروف شیرین میکنم. کنی باز ببینیم در قسمتتان چی هست. محترم جماعت، موضوع امروزه رو با خوندن یک شعر آغاز میکنیم. اکنون با دقت گوش میکنیم. اولین کلمه ای که مادرم به من نشان داد الله بود. خداوند تعالی به من از همه دیده نزدیکتر است. قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را میراند. شما سبکبار شوید تا اینکه به آسانی برسید. همانا آنهایی که رفتن در انتظار رسیدن شمایند. جوان مردی که جوانیش را در اطاعت خدا صرف میکند او را خداوند به نهایت دوست می‌دارد. نیرومند کسی است که بر هوای نفسش پیروز گردد. ای فرزند آدم، تو خواهی مرد سپس محشور میشوی و در پیشگاه خدا برای سوال کردن دعوت اگر انسان اجل و پایان کارش را میدید با آرزو و فریب آن دشمنی میکرد. اسلام انسان را تنها به نکویی دعوت میکند. پیامبر درود خدا بر او و با آلش رنج بی اندازه کشید تا انسان را از جاهلی و از سرگردانی رها ببخشد. پیامبر درود خدا بر او همچنین فرمودند با مردم آنگونه رفتار کن که اگر زنده باشی با مهر و اشتیاق به نزدت بیایند، اگر مردی برایت اشک بریزند. خداوندا به درگاهت بنالم، همیشه هستی تو آگاه ز حالم. خداوندا گناهانم ببخشا که من یک بنده آشفته حالم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون رو در همین جا خاتمه میبخشیم. خدا از شما راضی باشد دوستو. زورا جان راحت باش. نیکو را به یگان مشکلی گذراندیم. اکنون توی مانده است.
ای بابا چطور خورسند شد وای باز زیادتر به زندگی دل بست. بله بابایم بسیار خوشبخت شد. دلم به دومولوزیو میسازد سلین. به جای توی حقیقی عمرش رو برای من شده صرف کرده ایستاده است، مثل که زندگی بازی باشد. وای به آدمان یاری رساندن را دوست می‌دارد. یعنی مسلمانی حقیقی بوده است. فکرهای آنها از ما بسیار فرق میکنند. نه خود عزیزکم، تو از کجا میدونی؟ البته همین خیل. اگر این خیل نمی بود به این کار روزی نمیشد. برای یاری دادن ساخته شده است، یعنی برای ثواب گرفتن. به خدا اگر به جای او میشدم به این کار روزی نمیشدم. اصلا به این بازی داخل نمیشدم. خدا را شکر که تو به جای زیاد نیستی. اگر تو به جای وی می بودی تا حال دامادی ساخته میگفتیم. زورا جان این خیلش رو نمیابی، باور کن. بله من مانند او نیستم. دومولوزیو سخاوتمندی و روزقبلی رو دوست می‌دارد. میدونی که چشمی هم به سوی تو هست. میدونم سلین جان، هر دفعه این رو به من گفتن لازم نیست. هر چی کار کنم به چشمونم هیچ باور نمیکنم. یعنی مقصدم با دقت بودن تو است. به همین معنا. سلین جان این رو میدونم. این بازی رو باید فوش نکنیم. باید تا آخر این سر رو فوش نکنیم. مرا زهرا میگوید و من باید بابایم، اپم و تمام محله رو با دوست داشتن زیو باور کنونم. همه باید گمان کنند که من زیو رو خیلی دوست میدارم. انا همین خیلی زورو اولی به خدا کی. خدایا همه چیز رو بیرون کرد. ما این آدم رو نمیشناسیم، حتی نمیدونیم که کی هست. انسانی خوب است، دزد است، راهزن است، بیعقل است. خدایا ینگه بس است از تو خودنت سرم رو درد گرفت. مرا عقلم نمیگیرد. قدر خواستگارها رو رد کرد. چقدر به این دامولا عاشق شده؟ حله جان، آدم جای رفغانی رو یافته است. کی میداند که او زهرا رو چخل فریب کرد؟ نمیفهمم چخل اماکی اکرم او رو به خودش نزدیک شدن اجازه داده است. بر فکر من در آخر میفهمد که این دامولا دوست داشتهش نیست و او رو میراند. عزیزم تو هم بسیار ساده ای. کی میفهمیده باشد آخر حله جان؟ دیشب انگشترین های پدر و مادرت رو برآورده به انگشت های زهرا و دامولا انداخت. اینش مایلش. چرا در توی تو آن انگشترین ها رو نه انداختن؟ تو یگان بار نپرسیدی؟ نه، چون که زهرا با بابایش نزدیک تر است و حالا میبینی شوهرش هم از تو دیدن نزدیک تر میشود. فقط اون رو پس میزد، اما زیا رو تعریف میکرد. بابایت همین میراثش رو به دامولا میگذارد. تو چی سفسته میگویی ینگه؟ من در فکر خوشبختی خواهرم تو باشه چی ها میگویی؟ تو عجب فکرهایی داشته با تو تن دادم. البته اینها همه‌اش ساده. در باره کلتاکلاس در اینجا حقیقتا چه گپی دیگری هست؟ گمانتان 100% درست است سردارم. من هم همین را فکر دارم. تو دیوانه هستی؟ بگو تو دیوانه هستی؟ زود در حجره کارم پیدا میشوی. سردارم من اینجا آمدم که این مسئله رو با شما دو کاسه تیزتر حل کنیم. حاضر یک شپاته میزنم عقلت رو گم میکنی. با من عقل نشون میداده است. تو اول فکر کنی راه یادگیر ابله. السلام علیکم. جسد کلتاکلاس را یافتید؟ یافتم یا نیافتم؟ با تو چی؟ تو کی هستی که دستک زده به اینجا میدرایی؟ چه خیل گم کمیسر؟ ما آیا بیگانه هستیم؟ چه خیلی نباشد هر دویمان یک آدم را جستجو داریم. کلتاکلاس مرد گفته دوستیمان را کندید؟ مایلش با من جسدی او را نشان دهید کمیسر. تو کی هستی که جسدی او را به تو نشان میداده؟ خودت را حرمت کن، برو از اینجا. بینید کمیسر، او آدم به سرم پرانده بود، به سرم. لطفا مرا بفهمید. آن جسد را به من نشان دهید. آخر جسد کلتاکلاس را بینی هیچ چیز عوض نمی شود، چون که روی آن جسد بسیار هم فرسوده شده است. یعنی شناختنش نمی شود، حتی یگان جای آبادش نمانده است. سردارم کلاس یک جوره دوست کو نامش شوکت. اگر ما شوکت رو به اینجا بیاریم شاید او به ما در این باره معلومات داده تواند. تیر شکیده گذشت.
از پیشونیتون. تو کی هستی ها؟ ها؟ خودت رو حرمت کن، برو از اینجا. شکیده گذاشته. دیوانه، با سرم بلا شدی. با زوریش رو بین. بوی جور رو. شوکت خیز ساعت 1 شد. صبح بخیر برادر. چه خیل صبح خیز. میخیزم. خوراکتان رو به جایگاهتون بیارم رئیس یا در بیرون میخورید؟ به خدا برادر این خیلی چیزها رو در کینو میدیدم. همیشه آرزو میکردم که در زندگی ببینم. حاضر من به تو آرزو کردن رو نشون میدیم. سحر تا بیگاه عمری عزیزت رو در خواب میگذرانی. زود برخیز. ما اینشا نخیستم برادر. یا پیرم، 1-2 روز میشود که خواب میبینم. چی خوب؟ وضعیت هم اونطور بست. باید زودتر از اینجا گریخته رویم. سفسطگویی رو بس کن شوکت. ما با کجا میرویم؟ کلاس تو مگر نمیفهمی که کمیسر رونال یزنجان زهرا بوده است؟ آخر 1 بار میگریزی، 2 بار میگریزی، عاقبت به دست میافتی برادر. با خدا با غیر از گریختن دیگر راه نداریم شوکت جون. اما با زهرا فاتحه کردیم. دیوانه، من این دختر رو چیکار کنم آخه؟ دختر رو در نیمی راه پرتافته روم؟ تمام برادر. کمیسر رونال رو چیکار میکنی؟ یگان راه دیگر داری؟ او آدم تا جسدی تو رو نبیند در حیات از جستجوی تو دست نمیکشد. یگان راهش رو میابیم. کمی صبر کن. این چی است؟ این چی؟ تلفن در اینجا. من 3 روز شد این رو میکوبم. با خدا من هم چند روز همین رو میکوفتم. در اینجا بوده است. بجا شده است. کی باشد؟ لبای شما کی هستید؟ من هستم. من نیستم. شما کی هستید؟ در کجا؟ او مرده است. کی مرد؟ کی است؟ چیه جسد؟ شوکت؟ چی شد برادرم؟ کی مرده است؟ تو بغیر از من باز کی رو داری؟ از همه آدمی دوست داشتم. شوکت مرا دیوانه نکن. بگوی که کی مرده است؟ جسدی تو رو پیدا کرده. من اکنون به تو چیکار میکنم؟ سفسطگویی رو یک طرف گذار. چه خیل مردن؟ در پیشت هستم که نمیبینی؟ پلیس گفت که او مرده است. مگر کارگر دولت دروغ میگوید؟ آمده جسدی برادرت رو بین گفت. کی میگوید؟ پلیس زنگ زده گفت جسد کلتکیلس یافت شد. آمده جسدی او رو تشخیص کن. صبر کن. حاضر پلیس به تو زنگ زد؟ بله. کلتکیلس مرده است گفت؟ بله. یا خدایا، مردم. من مردم. یا خدایا، من مردم. آخر من مردم. این رو بین. فرصت به دستم آمد شوکت. مردم. من مردم. توبه استغفرالله. جینش بیدار شد چی برادر؟ تمام شوکت. گوش کن برادر. در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتکیلس است. مجبورن گریه کن. خودت رو به زمین زن تا که باور کنند. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوانه. در اونجا گریه کن. رپتیسیا دارم. میزیبه. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسدی فرسوده تو رو چه نگاه میکنم؟ یا توبه شوکت. یا خدایا، مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر رونال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرستد. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته. این کلتکیلس گویم کمیسر رونال باور میکنه؟ برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن. اون طرفش رو با من گذار. چی خیر؟
جسد رو میگی؟ خیر چی کار کنم؟ دیگر چاره ندارم.